الله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز گرامی، قبل از همه از پروردگار برای هر یکی شما و اهل خانواده و پیوندان و نزدیکان با دعا از پروردگار تمام خوشی ها و عزت و برکت و سعادت ابدی را آرزو و تمنا میکنم. خداوند عزوجل همیشه همه شما و پیوندان و نزدیکان شما را زیر سایه رحمتش قرار بدهد و کامیابی ها و عزت و برکت و سعادت دائمی نصیب را بگرداند. موضوع مستقیم امروزه ما درباره وطن، یعنی مسلمان باید نسبت به وطنش چی فکر و اندیشه داشته باشد. مسلمان باید کدام خدمت ها را برای وطنش انجام بدهد و مسلمان مناسبتش با وطنش چگونه باید باشد. مسلمان از نظر دینش باید وطنش را حتمی دوست بدارد و مسلمان از نظر دین و دینداریش یعنی اسلام باید خدمت به وطنش کند. مسلمان از نظر دین و دینداریش باید حمایه از مرز و بوم وطنش حمایه کند و حمایه کردن وطن، خدمت کردن به این وطن، آباد کردن وطن و مهنت و زحمت کشیدن برای پیشروی و ترقیات و آرامی وطنش برای مسلمان آیا اجر دارد؟ اطراف این سوال ها و دیگر سوال هایی که شما مطرح میکنید این برنامه رو انشالله با هم میگذرانیم. حالا وطن یعنی باید اصلا وطن چی معنی دارد؟ یعنی چرا ما وطن میگوییم؟ وطن یکی از بزرگترین نعمت های پروردگار است که انسان در اونجا تولد می شود، خون نافش اونجا می ریزد و در اونجا به وایه می رسد و این یکی از بزرگترین نعمت است. حالا این وطن اگر استقلالیت داشته باشد، استقلال یعنی چی؟ اصلا استقلال از کلمه عربی گرفته شده آزادی، یعنی ملت و دولت و حکومت و وطن و کشور آزاد باشد، پرچم خود را داشته باشد، گیمن خود را داشته باشد، نشان خود را داشته باشد، مبلغ خود را داشته باشد، سیاست خود را داشته باشد، خب زبان و فرهنگ خود را داشته باشد. خب این همه رو چی میگویند؟ استقلالیت. سیاست داخلی خود را داشته باشد، قانونگذاری خود را داشته باشد و قانونهای ملی خاصی خود را داشته باشد. این البته این رو میگویند چیز؟ آزادی. حالا در برابر این همه همکاری کردن با دیگر کشورها، خب دیگر این ابرقدرت‌ترین دولت ها و کشورها با دیگر کشورها در معامله هست، در روابط هست، در رواعا هست، خب در مناسبت هست. خب این مناسبت ها حتمی باید هم باشد و مهم اساس حالا مسلمان باید آزادی وطنش، آبادی وطنش و آرامی وطنش رو باید با دست و دندان مستحکم بگیرد. وقتی این رو میگیم شاید نفرایی هستند که بگویند که چیز دلیل شرعی، از کجا دلیل شرعی؟ حالا دلیل شرعی از آن گرفته می شود که وقتی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم از مکه می گریختند و بیرون از مکه در دیاری و نمایان شدن مکه رو به مکه گرداندند و گفتند که سوگند به پروردگار
تو وطنی هستی، جایی هستی که دوست داشته ترین به پروردگار و عزیزترین در قلب من. لیکن چی کنم که مردمت من رو پیش کردن؟ چی کنم که من مجبور شدم خارج شوم؟ یعنی دوست داشتنی وطن، دوست داشتنی زادگاه، دوست داشتنی عبود کردنی زادگاه. حالا ببینید پیامبر علیه السلام باز که فتح مکه شد، آمدن مکه رو، همونایی که عذر داده بودن، همونایی که پیامبر رو بدترین سخنها و بدترین دشنامها و بدترین شکنجه رو داده بودن، باز همون رو گفت که و انتم طلقاء، شما آزاد. حالا بود شما چی فکر دارید که من با شما چی میکنم؟ مکگی ها گفتن که فرزند نیک، پسر مرد نیک، گذشته نیک و ما از تو میدونیم و همه شما آزاد. تمام. هر کسی هر عذری داد من اون رو بخشیدم. تمام. حتی همون حبشیه که به اصطلاح یازیره بگیم وزیر مدافعه پیامبر رو شکمش رو پره کرده، جگرش رو از شکمش بیرون کرده بوده دیگر، بسیار با یک طوری وحشتناک. حتی همون رو هم گفت که من بخشیدم. تمام. یعنی چی؟ این همه چی معنی دارد؟ این معنی اون رو دارد که انسان مسلمان باید وطنش رو مثلی گوهرک چشمش احتیاط کند و دوست بدارد و دوست داشتن وطن اجر دارد. حالا میگه حب الوطن من الایمان، مقاله هست. حب الوطن من الایمان، دوست داشتن وطن از نشانهای ننگ و ناموس و ایمانداری هر مسلمان است، چی مرد چی زن. برای همین دانشمندا هم میگویند که خدا نشان ندهد در حالت خطر تمام افراد اون وطن همه باید که مثل سرباز باشند. سرباز کارش چی است؟ دفاع از وطن، چه مرزبان باشد چه داخل کشور یا در مرزها باشد، باید سینه سپر کند و وطن را حمایت کند. در حالتی کدام خطری جدیه تمام افراد اون وطن باید چی؟ همه پیر و جوان، مرد و زن، همه باید که چی باشند؟ همه باید سرباز باشند. مثل سرباز یعنی سینه سپر کنند و باید که حمایت کنند. و مدام این کار رو کردن اجرشون نزد پروردگار است. پروردگار اجر میدهد. حالا ببینید در حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگوید که حمایت از شأن و شرف، حمایت از مال و اموال، حمایت از اهل و خانواده، حمایت از کشور، در حمایت این همه اگر مبادا حالا که کشته شد اون درجه شهیدی دارد، اون شهید است برای حمایت وطنش. حالا مرزبانای ما، عسکر بچه های ما در خدمت حربی هستند، حمایت از وطن و از مرز و بوم و حمایت از سیاست و دیگر این پس اجر و پاداش بزرگ دارد. در حدیث قدسی هست که پروردگار میگوید که دو صدا رو من مستقیما میشنوم و برایشون اجر و پاداش میدهم. دو صدا رو من مستقیما میشنوم و اجر و پاداشی از این برایشون میدهم. یکی صدای یکی صدای مرزبانی که قدم میزند برای نگهبینی مردم. حالا 10-11 میلیون اون مرزبانی که در مرز یا در داخل کشور با لباس حربی عهد پیمان و سوگند یاد میکند تا زمانی که در اونجا در خدمت هست، در بزرگترین عبادت هست. بزرگترین عبادت که پروردگار این
اون لباسشو، اون قدمهایشو، اون مهنت و زحمتشو، اون مهنت و دیگرش رو همچنین یکی از عبادت، یکی از بزرگترین عبادت و یکی از عبادت هایی که بزرگترین اجر دارد قبول میکند. این یک. صدای دیگری که صدای چرخه میگفتن پیش که رسمون و دیگر رو میگفتن و یا که میتوفتن و دیگر. یعنی کارخانه‌های خوردی بود پیش، رساندگی و دیگر. حالا که دیگر فابریکه و زواد و دیگر هست و طوری خیلی وسیع. همه اونایی که کار و فعالیت میکنن، کار و فعالیت و صدای قدم زنی اونا رو هم پروردگار خود یا صدای اون چرخه و یا که دیگر خود رو رساندگی و بافندگی و یا اینکه آهنگری و دوزندگی و یعنی هر کار که نوی که نباشه، هر کاری باشد که سبب آبادی و آسودگی مردم شود، پروردگار برایشون اجری بزرگ میدهد. بسیاری ها در دهقانی مشغولند، در صاحبکاری مشغولند، یا خدمتچی دولتی هستند. در سیاست دولت یعنی چیز پیاده کردن سیاست دولت و حکومت و پیشوای ملت و دیگر مشغول هستند. فکر میکنن که اونا از عبادت بیرون هستند. نه، چنین نیست. مسلمان ایمان دارد و خدا باور دارد و هر کاریش رو به خاطر خدا میکند. حتی خوب مؤمن عبادت است. چرا خوب مؤمن عبادت؟ چرا خوردن مؤمن عبادت است؟ وقتی که بسم الله میگوید در نوبت اول و اون خوراک رو به خاطر میخورد که همین یک نیروی شود که من عبادت کنم. حالا عبادت تنها نماز روزه و حج و زکات این نیست. بزرگترین عبادت ها اون عبادتی چی هست؟ کسی رو کامیاب کنی. در اسلام دو نمود عبادت هست: عبادتی شعائری و عبادتی چیز معاملوی. همه این معامله هایی که هست این همه عبادت هست. حالا معامله پدر با پسر، پسر با پدر، زن با شوهر و شوهر با زن، همسایه با همسایه، همکار دهقان با رفیق و شریکش، تاجر با شریک و رفیق و رقیبش. حالا تاجر رقیب دارد، حتی معامله نیک با رقیبش که در بازار عیناً همون چیزی رو که میفروشد این هم میفروشد. برای پیشپا دادن رقیبش در تجارت یا در سیاست یا در دهقانی یا در هر چیزی که نباشد، باید برای پیشپا دادن رقیبش باید حرکت نکند. چرا؟ بخاطر اون در عبادت هست. در عبادت بدخواهی نیست، در عبادت خیرخواهی است. همچنین که برای خود خیرخواه است، میخواهد که فایده ببیند. اون رقیبی که رقیبی تاجرش، رقیبی سیاستمدارش، رقیبی یعنی چیز دهقانش، رقیبی نمیدونم که استا و دوزندگی و بافندگی و این همش باید بدخواه اون نباشد، خیرخواه اون باشد. یکی از دوست داشته‌ترین انسان‌هایی که وطنی خود رو دوست می‌دارن، اون هم وطنهای خود رو باید دوست بدارن. چی رفیق باشن، چی رقیب باشن. چی رفیق باشن، چی همکار باشن، چی رقیب باشن. که از عیناً از یک متاع هم این میفروشد میارد میفروشد، هم اون میارد میفروشد. کاری نکند که اون رو ناکام کنه. اگر که بدخواه رقیب شد، از این اجر و پاداش عظیم محروم می شود. حالا یا اینکه رفیقش یا رقیبش در خدمت حربی در خدمت است و خاطر که جای اول بگیرد، نشانی فخری بگیرند، یا اینکه مدال بگیرند، یا مکافات بگیرند، یا اینکه افتخارنامه بگیرند، باید خود کوشش کنند و اون رقیبایی که هستند کوشش دارند که اونا هم باید جای سزاواری رو معین شوند، یا که جای سزاواری رو جای مقام بلندی رو سزاوار شوند، باید اونو رو هم دستگیری کند، پیشپا ندهد. هیچ وقت خوشبخت‌ترین انسان در زندگی همون خیرخواه‌ترین انسان در زندگی هست.
چی رفیقش باشد، چی رقیبش باشد، چی شوهرش باشد، چی زنش باشد، چی برادرش باشد، چی همکارش باشد. باید مسلمان همیشه خیرخواه باشد، خصوصا نسبت هموطنانش. حالا متاسفانه گاه میشنویم در خارج در مهاجرت مهنتی هموطنان ما با رقیبای خود یک بدبینی و یک مسابقه و یک کشپوتیی دارند که بسیار گناه عظیم است. من از مهاجران مهنتی گفتم هر یک نفری که در خارج هست، هر یک نفری که در خارج، چی تاجر باشد، چی طبیب باشد، چی کارگر عادی باشد، فرق نمیکنه در کدام سطح و صفتی که کار و فعالیت میکند خارج از کشور، اون نماینده یا به اصطلاح بگیم که سفیر تاجیکستان است. و وظیفه سفیر یعنی مناسبت دو کشور رو نیک کردن، مناسبت دو مردم و دو ملت رو نیک کردن و مردم خود رو خصوصا و حکومت خود، کشور وطن خود رو، یعنی چی عزت و آبرو و حیثیت و شخصیت و تمامی حیثیت اون ملت و کشور دولت رو برداشتن، نشان دادن و مناسبت ها رو نیک کردن است. حالا فرض کردیم در مهاجرت مهنتی بیرون از کشور، در مهاجرت مهنتی دور از وطن هست، باید 10 چند حتی 100 چند باید که حالا در کشورش بود چندانی، اما در خارج گیرم باید که 10 چند یا 100 چند یعنی چی کار کنند؟ احتیاطکار باشد. چرا که تقاضا چنین است، چرا که اون ملت و دولت و یک کشور رو معرفی میکند. اونجا نمیگن که خب رستم یا سهراب یا احمد یا محمود یا کی، نه، میگن تاجیک. خب تاجیک باشد، خب غیر تاجیک باشد، تاجیکستان رو معرفی میکند. تاجیکستان رو یعنی یا بدنام میکند یا نیکنام میکند. ملت تاجیک رو نیکنام میکند یا بدنام میکند. برای همین در مهاجرت مهنتی وقتی که باشد، هر یک مهاجر مهنتی که بیرون از کشور هست، قطع نظر در جایی که نباشد، باید در معاملهش، در رفتارش، در کردارش باید 100% احتیاطکار باشد. مبادا یکون خیانتی به کسی نکنه. خدا نشاند دیگر خیانتی کرد، میگن تاجیک است. تمام. تاجیک هم نباشد، از تاجیکستان باشد، میگن تاجیک است. خدا میگه تاجیکستانی است، فرق نمیکنه. میگه او کدام ملت است، میگن تاجیک است. کی رو بدنام کرد؟ تمام ملت رو بدنام میکنه. در نظر چند نفر؟ ممکن 100 ها نفر، ممکن 1000 ها نفر. البته ما داریم باز شهروندان با ننگ و عار و ناموس داریم که خبرها میشنویم که گو یعنی در سوختار جان خود رو در خطر گذاشته، رفتن تفلکان رو از داخل اون بینایی که سوخته ایستاده است نجات دادن و افتخارنامه گرفتن و اون پیوندان و نزدیکان اونی که نجاتشان دادگی است یک عمر، یعنی یک فکری نیک نسبت ملت و نسبت کشور و دولت و نسبت مردم تاجیک احترام و محبت پیدا می شد. این گونه هم داریم، لیکن متاسفانه باز بعضی رو داریم که در خارج با رقیبای خود بسیار در یعنی چی هستند، در بدخواهی و زیان و ضرر همدیگر هستند. نکنید این کار رو. دنیا با تمام وجودش ارزشی بد دیدن و آزار دادن و اذیت دادن و ظلم کردن رو نمی ارزد. دنیا با تمام دارندگیش نمی ارزد. برای که برای نمیدونم چند هزار یا که چند بگذار چند صد هزار. هیچ ممکن نیست که انسانی که عقل داشته باشد، فراست داشته باشد، انسانی که
ایمان داشته باشد، مسلمان باشد، به هموطنی به چیز هموطنی خود، به وطنداری خود یعنی زیان ضرر میرسونند. و زیان ضرر میرسونی کجا میروی؟ بالاخره کجا؟ زیر خاک. در اونجا میپرسندند. دنیا به صاحب نیست. همه عملهای انجام داده، حتی فکرهای کرده، نیتی داشته، همش معلوم است برای پروردگار و برای عملهای انجام داده جواب میگویی. برای یک چیزی نو چیز میبینید که زد و خورد و دست به گریبان یا که آزار اذیت و ظلم و ستم میکنن. از برای خدا یک بار شما هم فکر کنید، این دنیا اومدید چی داشتید؟ اخی همین دنیا اومدید چی داشتید؟ هیچ. بعد این دنیا میگن برای هر چیزی نو چیز از 100 کس و از 1000 کس میرنجند یا 1000 کس رو میرنجونند. یک بار فکر کنید، از 100 کس یا میرنجد یا 100 کس رو میرنجوند. برای چی؟ برای یک چیزی نو چیز. هر چقدر هم باشد، میلیون هم باشد، اگر مسلمان باید احتیاط کار باشد. حوله بد بخدا، حوله بد بخدا. هیچ که دیگر نمیتونی بگو تا خداوند سرش رد کنه. تمام، کارت ندارم. آزار ندی، دست به گریبان نشو، ظلم نکن. حالا 100 کس از 100 کس میرنجد یا 100 کس میرنجوند، بعد از این دنیا میرود چی میبرد؟ نیکی میبرد. هیچ کس اون کفن نه کیسه دارد، نه هیچ کس سیفش رو یا که صندوقش رو یا که سرمایه‌اش رو یا دارندگیش رو نمیبرند دفن کنن. اگر دفنن کنن فایدهش نمیکنه، ضررش میکنه. اسراف در اسراف، حرامی در حرام. حتی ببینید همون تابوتی رو که بلاش متاهای زردار و زرحلدار و نمیدونم زردوز و دیگر میمونن، میبرن تو لبی گور. لیکن همون میت رو با هم یک کفنی ساده‌ای عادی ارزونک تلحت میگذارن. تمام. اگر خداوند نصیب کرده باشد، برای همین میایم این دنیا هیچ چیز نداریم، میرویم از این دنیا هیچ چیز نمیبریم. لیکن متاسفانه میبینید بعضیا برای هر چیزی نو چیز 100 کس رو میرنجوند و از 1000 کس میرنجد و همیشه یعنی در چی هست؟ در دشمنی و بدخواهی و عداوت و دیگر بزن و بگیر. و بعد چی؟ هیچ دنیا هیچ ارزشی نداره که با فرزندی پدری خود، با رقیبی خود، با هموطنی خود، با همکاری خود یعنی چی داشته باشی؟ عداوت، دشمناگری و زیان و ضرر و قهری. مومن از 3 روز زیاد قهری نمیکنه. مومن باید قهری نکند. مسلمان باید قهری نباشد. مسلمان هر چقدر ضرر هم ببیند پروردگار میدوند. وقتی ضرر دیدید، خب درست است که موافق شرط شما طلب کنید، میگه از روی انصاف باید که طلب کنید که برادری عزیز نمی است، یه حق من است. تمام. لیکن هیچ وقت آزارش نده، هیچ وقت ظلمش نکن، هیچ وقت اون را یعنی کلتک شب و تیغ شبش نکن. هیچ وقت. قسم پروردگار این پشیمانی میارد. غیر این پشیمانی دیگه هیچ چیزی نیست. ولی هر چقدر ظلمت هم کرد بگو پروردگار بخدا، حوالا با پروردگار خودش جا به جا میکنه. پروردگار وقتی که به خاطر پروردگار از بحر چیزی گذشتی، حالا 100 از 1000 از میلیون است، پروردگار از طرف دیگر چند برابر اون رو برای تو میدهد. چرا؟ به خاطر که خودت به خاطر پروردگار از بحر چیزی مالت یا که دیگرت گذشت کردی. و پروردگار هیچ چیزی رو به عوض نمیماند، هیچ چیزی رو به عوض نمیگذارد. هر چی رو که به خاطر خدا دادی یا گذشت کردی پروردگار اون رو برایت میدهد.
برای چیز برمیگردونند. باید مسلمان ایمان کامل داشته باشد که به حساب نمیماند. برای همین باید همیشه یعنی در فکری یکی و نکوکاری باید باشید. و علیکم السلام. نظرم یک سال داشتیم برای استقلالیت میگویند که استقلالیت نعمت بی‌بها هست. چی معنی دارد یعنی؟ خب سلامت بشه، دیگه سوال نیست؟ تشکر. خدا خیر برکت یا موفق باشید. استقلالیت نعمتی بی‌بها. الو. سوال بر. او جمله سوال داشته. مرحبا. در دوران استقلالیت در کشور در مواقع اسلامی چگونه پیشروی‌ها هستند؟ سلامت بشه، دیگه سوال نیست؟ خدا خیر برکت یا سلام بشه. خب استقلالیت نعمتی بی‌بها یعنی چی؟ حالا ببینید همین استقلالیتی که ما به دست آوردیم سال 91 9 سپتامبر، اول اینکه با آسانی چندان با آسانی نیامد. بعد اینکه گروه های بدخو یعنی در اول استقلالیت چقدر مردم ما رو آزار و اذیت دادند و یک حیله و با یک حیله و نیرنگ تحمیل کردن یک جنگی برادرکشی مردم ما رو تیله دادن، مجبور کردن. یعنی این جنگ تحمیلی بود، همه میدونند، دنیا میدوند. یک جنگ برادرکشی بود که متاسفانه تو به حالا بعضی ها هیچ به خود نیومدن که نمیویم. و از برای خدا یک کم فکر کن، یک کم عقل استفاده کن، یک دور یک کم گروه قیامت فکر کن. الو. سلام علیکم. علیکم السلام. اصلا جمله یک سوال داشته. جان. از نظر شرعی استقلالیت و آزادی چی نعمت است؟ سلامت بشید، خدا خیر برکت. خب استقلالیت نعمتی بی‌بها یعنی 70 سال یا 70 چند سال شوروی رو ببینید، همین نقبه و نیروگاه برقی و راغون و دیگر نیروگاه برقی و راه در همین سطح صفت بود. ببینید اگر جوانید از گذشتگان بپرسید، از سالخورده ها بپرسید. سالخورده 50 ساله 40 ساله را که میدوند که پیش چی بود حاضر چی است. 40 ساله 45 ساله میدوند که چی گپ است، چی خبر است، پیش چی بود، پیش از استقلال حاضر چی خبر چی است. حتی هم حالتهای جنگ شهروندی رو ببینید، بعد ساعت 3 رومن در کوچه هیچ کسی رو نمیدیدی. باز ساعت 3 شب است، 4 شب است، هر جایی میخواهید میروید، جای خرسندی باشد یا جای مصیبت باشد یا جای کاری ضرورتی دارید، خواه شب است خواه روز است، هر وقتی که میخواهید. پس این استقلال یعنی نعمتی بی‌بها نیست. چند مسجدی محدود در کشور بود پیش از استقلالیت. من یاد دارم، خدا رحمت کند قبله‌گاه پدرمان رو 40-50 کیلومتر برای نماز جمعه خونی می رفتیم. 50-60 کیلومتر یا زیاد. نماز جمعه خونی تو 60-70 کیلومتر می رفتیم تا اینکه نماز جمعه بخونیم یا نماز عیدین بخونیم. حالا یه محله به مسجد جامعه نیست، تمام محله ها یا اینکه جماعت ها مسجد جامعه دارن، مردم آزاد میرد نمازش رو میخونن. قبل از استقلالیت یعنی 70 سالی بگیم شوروی یا زیاد همگی نمیدونم، اگر خطا رو نکنم یکون 6 یا 7 حج رفتگی و با وظیفه های مخصوص یعنی رفته آمده بودن. ولی ببینید هر سال قریب 7000 زیاد کم حجی فرضی می روند و چند نفر دیگه باز عمره. حالا اینجا من همونایی که حجی عمره تکراری می روند برایشون یک نقطه بگویم. همچون رئیس شورای علما و به اصطلاح مردم مفتی جمهوری، هر کاری که ثوابش بر دوام هست صدقه های جاریه همون رو انجام بدید، چون که
فردا هم که به زیر خاک رفتید ثوابش برسد، ثوابش قطع نشود، ثوابش باشد همیشه برسد. لبه الو. سلام علیکم حضرت مفتی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت هم یک سوال داشتیم. مرحبا. همین استقلالیت چی معنا دارد حضرت؟ همین یک جواب شما دادید. سلامت بشه. دیگه سوال نیست؟ دیگه سوال نداری؟ سلامت بشه. خب حالا این همه مسجد و این همه قرآن یعنی از فوند ذخیروی پرزیدنت چند بار ترجمه شد، چند بار چاپ شد، چند صد هزار و به مردم رایگان تقسیم شد. کتاب‌های بزرگان و نیاگان گذشتگان ما و شما، یعنی مسند امام ابو حنیفه، صحیح بخاری، کتابایی که غزالی، همه این کتابای بزرگا یعنی از عربی، بعضیش از عربی به تاجیکی و با از حروف عربی به خط کریلی یعنی چیز برگردانیده شد یا ترجمه کرده شد. شخصا من وقتی که دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مدیر بخش دین کار میکردم، مسند امام ابو حنیفه رو از زبان عربی به زبان ترکی برگردانیدم، ترجمه کردم با چند بار چوش. خب این است نعمت استقلالیت، نعمت بی‌بها، یعنی تمام منفعت های یا تمامی کنهای زیر زمین یا بالای زمینی اشیای قیمت بها برای همین کشور هر روز آباد شده است. این برای همین میگویم که چی نقبهایی که چند بخواه طرفی خوجند باشد یا طرفی کلوب باشد میرفتیم میامدیم راه ها چقدر مشقت ها بود و اخبار رو یعنی با مشکلی ها میگذشتیم. برای نقبه رو ببینید در چند دقیقه محدود میگذارید میروید و طاعت عبادت روزه رو مردم پیش با ترس و وهم و تراویح رو با گریز و با قپ و بگیر دیگر میگذاشتن. روزه همه مسجد ها آزاد در حق شده، مسجد ها پر از نمازگزار، هر کسی یعنی نماز میگذارد یا روزه میگیرد یا که دیگر انجام زکات میدهد، آزادانه زکاتش رو میدهد، آزادانه نمازش رو. برای همین ما میگیم که استقلالیت یعنی چی؟ استقلالیت نعمتی بی‌بها است. یه بار فکر کنید، هر انسان، عادی ترین انسان یک بار بشیند، هر وقت باید که مسلمان، خصوصا تاجیک مسلمان هم هست، باید بشیند یک بار فکر کند چی حال داشتیم، چی کار کردیم. ولی هیچی نه. چندین صد ساله ها ما دولت زیری تصرف دیگران داشتیم، دولتداری مستقل نداشتیم. ولی الحمدلله انتخابات هست، انتخاب میکنیم رهبر یا که پرزیدنت انتخاب میکنیم و خصوصا پیشوای ملت که یک کشوری که جنگ زده ای که خطری یعنی پرش خوردنش، پراکنده شدنش خطری جدی داشت که این همه رو برطرف و مردم رو متحد و از خارج همه رو سرجم آورد. ببینید در همین دور نمیره، همین چند سال پیش اولای استقلالیت پیشوی ملت یعنی جان با کف دست گرفته رفته اون کابل که در اون وقت تیر و توپ میبرید در کابل بین قوای مسلح، به خاطری که مردم آواره و سرسون سرگردون گریزه در افغانستان که خود اونا شرایط نداشتن، امکانیت نداشتن، اقتصادیات نداشتن، استقلالیت نداشتن، در خطر بدن. به خاطری که اون مردمی آواره رو بر بگرداند جون به خطر گرفته رفته زیر اون تیر و توپ رفتند و صحبت کردند و یعنی گردی میزی مدور نشستند و پیشنهادها کردند و پیشنهادها قبول کردند. مهم اساس مردم آواره رو برگردانیده. این رو میگن استقلالیت نعمتی بی‌بها. حالا برادر میگه که ما از در حال در زمان استقلالیت چی امکانیت های دینی ما قبل از استقلالیت ما
همگی 17 مسجد داشتیم در حدود جمهوری. یعنی چی داشتیم؟ در حدود جمهوری تاجیکستان همگی 17 ولی زیاده از 4000 مسجد دانشکده اسلامی به نام امام ابو حنیفه. مسجد بزرگترین مسجدی در منطقه و زیباترین مسجدی در منطقه، زیباترین و بزرگترین در سطح و صفت و در حجم در پایتخت، و زیباترین دانشکده اسلامی در یک سطح و صفت بلندترین. این همه با تشبس پیشوای ملت، با پیشنیاد و تشبس و مهنت و زحمت. اینا باید که به اینا رو باید قدر که اینا شکر میخواهند. اینا همه چیز، یعنی همه این شکر میخواهند. والا گذشته از این گفتم که قرآن ترجمه و زبان تاجیکی ترجمه و 3 بار یعنی چی شد؟ ترجمه شد و به مردم رایگان تقسیم شد. در برابر دیگر کتاب‌های دینی و فرهنگی و یعنی میراثی از چیز، میراث مانده از چیزها، از گذشتگان نیاگان، یعنی همه اونو ترجمه به خط کرلی برگردانیده شد و به مردم تقدیم تا اینکه مردم مطالعه پره، معلومات پره داشته باشند و از تاجیک بودنش، از وطندار داشتنش، از صاحب وطن بودنش، از استقلالی وطنش افتخار کنند. و علیکم السلام. و علیکم السلام. بگذشته از این ما جشن امام ابو حنیفه سال 2009 سال بزرگداشت امام ابو حنیفه که از تمام عالم اسلام و غیر عالم اسلام مهمونهای خیلی زیادی داشتیم. یک شخصیت بزرگی اسلامی رو ما چیکار میکردیم؟ جشن میگرفتیم. لبای سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برنامه مستقیم است، اگر سوال داشته باشید مرحمت. سوال داشتم از جان. مرحمت گپ زنید. مرحمت. در دوران استقلالیت دایی با مذهب امام اعظم چگونه بهبودی‌ها شد؟ با مثال‌ها بیان می‌کردیم. سلام علیکم شیخ خیر برکت هستم. دیگه سوال نیست؟ سلامت باشید. موفق باشید. حالا گفتم امام ابو حنیفه چرا زوجداشت امام ابو حنیفه چرا مردم باید که مذهبشون رو بدونن؟ به خاطری که اکثریت کلی نقطه هایی که در عالم اسلام درگیر هست بین گروه های افراطی است. حالا یکی از نعمت بزرگ استقلالیت همین است که گروه های تکفیری و نمیدونم که تمام گروه های بیگانه ای که هر جایی که پیدا شدن اونجا رو ناآرام کردن، پیشگیری اون با قانون سود عالی، یعنی قرار سود عالی برای ممنوع بودن این حزب و حرکت ها. برای چی؟ به خاطری که میبینیم اون جایی که درگیر هست، نقطه هایی که درگیر هست، همه گروه های بدخواه، یعنی گروه های بدخواه اینا رو سوی استفاده کردن. سوی استفاده از همین گروه های افراطی دینی سوی استفاده کردن. نمیدونم اینا چی در دارن، چی بالا دارن. هر کسی که مبلغشون بدهند کار میکنن. حالا دیگه خدا ترسی اینو در گجا هست. اینو غیر از همین، غیر از آزار دادن مسلمان، کشتن مسلمان، دیگه کاری دیگر ندارن. فقط مسلمان میکشن. ببینید حالا گرد اطراف ما و شما و کشورهای دور و نزدیک جنگ بین یکی از دو گروه افراطی. یکی از بهترین، یعنی یکی از بهترین نعمت‌های استقلالیت و آزادی دین و مذهب ما و شما که مردم رو با مذهب خود و به امام مذهب خود، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شناسانیده.
تو اینکه مردم متحد باشن، تو اینکه پراکنده و یعنی چی سرسون و سرگردان و آواره و بدبخت نشوند. مقصد همین است. پیروی از مذهب، ولی که همین مذهب و ما برو صد برو در از منبر روی مسجد گفتیم که السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت یک سوال داشتیم. نرم. از نظر دین مؤمن اسلام حضرت، از نظر دین مؤمن اسلام میخوایم بفهمیم که همین اوین استقلالیت چه توصیه میده از دین مؤمن اسلام درباره نعمت استقلالیت؟ سلامت باشید، خیر برکت. موفق باشید. دیگه سوال نیست؟ یعنی این همه شنو شنیدن با مذهبی خود پیروی. ما برها از منبرهای مسجد گفتیم که پیروی کردن از مذهب امام ابو حنیفه معنی رو ندارد که ما گفته‌های خدا و رسول خدا رو پس سر کردیم و به گفته‌های امام ابو حنیفه. نه، پیروی از مذهب امام ابو حنیفه معنی رو دارد که از فکر سالم، فهم و درک سالم گفته‌های خدا و رسول خدا ما پیروی میکنیم. خوب دقت بدهید. ولی همون تندرو هم آیت حدیث میخوند لیکن درک درست ندارد. خدا را ممکن اصلا نشناسد، صفاتهای پروردگار را نداند، چند آیت حدیث رو میداند لیکن چقدر مهربان و پروردگار مهربان ترین و رحم دل ترین و خیرخواه ترین ذات پاک برای بنده مؤمن، برای هر مسلمان و برای هر انسان هست. میگه ولقد استعذ بالله ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر. پروردگار میگه من انسان رو بس محترم و مکرم آفریدم. خب وقتی که چنین میگوید، حالا پروردگار همه رحمانی و رحیمی پروردگار رو که نمیدوند، چند آیت حدیثی که میدوند به موقع استفاده میکند، به موقع، در جای خود نه، ناجا استفاده میکند یا اینکه سوی استفاده میکند. برای چی؟ برای که درک درست ندارد، درک و فهمی درست ندارد. خدا رو با همون رحمانی و رحیمیش نمیشناسد، خدا رو نمیشناسد، گفته‌های خدا رو میدوند، یک چند آیت حدیثی محدود میدوند. اگر وسیع بداند هیچ وقت به تنگرایی نمیرود، دست به گریبان نمیشود، خنجر رو دیگر نمیشود، لیکن متاسفانه خدا رو نمیشناسد. چند گفته خدا رو میدوند اما خدا رو خودی خدا رو نمیشناسد. به خاطر که اسلام و دین رو مکمل پر بفهمد، تحلیل و تشخیص و بررسی و با درک صحیح باید بشناسد، بداند. لیکن متاسفانه چنین نیست. حالا پیروی از مذهب امام ابو حنیفه معنی اون رو دارد که یعنی چیز؟ پیروی از گفته‌های خدا و رسول خدا با درک و فهمی واقعی و کامل، ناقص نی، تندرو نی، کامل، انسانی عاقل، انسانی عالم، دانشمند، اونی که بررسی کرده است، تحلیل کرده است، تشخیص کرده است، دین رو و حدیث ها رو از علک پالیده همه رو انتخاب اختیار کرده، پیشکش کردگی است که خدا و رسول خدا همین میخواهد. برای همین ما پیروی از امام ابو حنیفه میکنیم، یعنی عمل کردن به گفته های خدا و رسول خدا با درک و فهمی صحیح و واقعی و درست و معتدل. این یعنی چیز؟ پیروی از مذهب. اینجا سوال شد که واجب دینی یا اینکه مسئولیت مسلمان از وطنداری. یکی از واجبات دینی مسلمان است که وطن رو آباد کند، آرام کند، در آرامی و آبادی وطن سهم گذاشته باشد. وطن نعمت نیست. پروردگار هر نعمتی رو بدهد، شکر اون نعمت طلب نمیکنه. هر نعمتی شکر ندارد، هر نعمتی شکر دارد. و اگر بخواهید اون نعمت با برکت برایتون با برکت و با عزت و با سعادت شود، یعنی باید که شکرانه اون نعمت رو با جو بیارید.
ولی شما در افریقا یا در امریکا یا در دیگر قطعه زمین که با وجود نیومده، در همین جا تولد شدید، همچون تاجیک و همچون مسلمان در همین سرزمین، خونی نوفت در همین سرزمین ریخت، همین جا پروردگار در همین جا به دنیا آورده. در افریقا نیاورد رو، در اینجا آورد. پس در اینجا که به دنیا آورد رو، بالای تو وظیفه گذاشتگی است و واجبات دینی هر تاجیک مسلمان هست که چکار کند؟ این نعمت رو قدر کند و برای آرامی و آبادی این وطن مهنت و زحمت بکشد. ولی دیگر جا میشه پروا نبود، مشکلی نبود که اینجا اومدی خداوند از تو طلب میکند که من این نعمت رو برایت دادم، شکرانه این نعمت رو به جا بیار. شکرانه این نعمت یا شکرانه وطنداری چی؟ خدمت وطن، آبادی وطن، آرامی وطن، منفیتی جمعیت و جامعه و وطن و کشور و مردم رو از منفیت خود بالا دانستن. برای منفیت های گروهی یا که نمیدونم شخصی یا دیگری خود، یعنی همه رو آتش نزدن. وضعی هستن که چنین هستن، برای منفیت خود حاضر هستن که دنیا رو آتش بزنن با اون نفسی بدشون. و بعد کجا میرن اخیر؟ برای همین واجبات دینی هر مسلمان است که وطنش رو دوست بدارد و در آرامی و آبادی وطن مهنت و زحمت بکشد. من گفتم باز تکرار میکنم، خوشبخت‌ترین انسان در زندگی خیرخواه‌ترین انسان است، نه بدخواه‌ترین انسان. یا خوشبخت‌ترین زن و شوهر در زندگی خیرخواه‌ترین زن و شوهر نسبت همدیگر است. چرا این رو من گفتم؟ به خاطری که عائله یک حکومت خوب است. حکومت یک عائله بزرگ است. کامیابی وطن و کشور منشأ و سرچشمه میگیرد از عائله که مناسبت نیک باشد، فرزندانی تربیت کرده با ننگ و آر و ناموس داشته باشند تا اینکه حتی همون سینه خود رو سپر کند برای حمایت این وطن. چنین فرزندا باید تربیت کنیم اگر میخواهیم که وطن آرام و آباد داشته باشیم، همیشه آرام باشد، همیشه پیشرفته و ترقی کرده باشد. باید که چیز باید چکار کنیم؟ باید فرزندان رو چنان تربیت کنیم که همیشه با دست دندانشون این سرزمین و این کشور و این ملت و این دولت و این حکومت رو با دست دندان حمایت کنند، مستحکم بگیرند و قبل از همه در آبادی و آرامی سهم داشته باشند و هیچ وقت چی در داخلی کشور باشند چی خارج کشور باشند ضرر به این سرزمین، ضرر به این ملت، ضرر به این دولت، ضرر به این حکومت و ضرر این حکومت به این دولت این ملت مسلمان هیچ وقت کوشش نکنند و سعی و تلاش نکنند به ضرر این کشور این ملت این دولت. ولی بعضی یعنی چیز بعضی انسان ها کارشون همین است، فقط نزاع و فتنه. کارشون فقط چیز گیج کردن است. یعنی نوره بخیز بچه بخیز بچه بخیز بچه. حالا مرا بگی بار خیزی چکو کردی؟ 150,000 نفر کشتی بس نیست. 150,000 امور رسمی است. خونی این رو جواب داده میتوانی که باز گپ میزنی، باز دغدغه میکنی، باز فتنه و اغوا و باز بخی بچه میگوی. همون از خدا به ترس فکر کن. همونی که سهم داشتی در ناآرامی، در کشتاری مسلمان، در قتل مسلمان، باید هیچ وقت سرت رو از سجده نگیری که پروردگار ببخشدت. تا وقتی هستی باید خجالت میمیری. چرا که یک کشوری آرام رو ناآرام و چند هزار نفر کشته شد با توصیه او فکر و دیگه بخیز بچه قطعی کشنید 150,000 زیاده 150,000 نفر. و حالا قسمت دیگر
به خاطر 1 لیتر روغن و 1 کیلو شکر و 1 کیلو نمیدونم که آرد و دیگر رفت دینش رو مذهبش رو فروخت. اونا هم فرد روز قیامت میگوین که پروردگار ما از دین حق به دین باطل رفتیم، از مذهب حق به مذهب باطل رفتیم، سببش فلانی است، انا همون فلانی را دی چند ازوک. باید انسان از خدا بترسد. نعمت استقلالیت یعنی چی؟ پیشوای ملت در تمام منبرهای بین المللی حتی دفاع از چیست؟ از دین مبین اسلام، از دین مبین اسلامی واقعی، نه تندگرایی و کندگرایی و دیگر. و مذهب امام ابو حنیفه همیشه حمایت میکنن. و این بهترین نعمت برای هر مسلمان است. باید مسلمان قدر کند این همه خدمت ها رو. وقتی قدر نمیکنید پشیمانی میارد. وقتی هر نعمتی رو شکر نمیگید پشیمانی میارد. اون پشیمانی دیگر سود ندارد. ببینید چند صد سال ها ما حکومت مستقل نداشتیم. چرا ننگ و آر و ناموس و فکر و عقل و اندیشه نمیکنید که ما خیر همیشه زیری یوغی دیگران بدیم؟ امیر بچه هایی داشتیم که با هم دیگرشون امیر و هر منطقه یک امیری نمیکچی و امیری فلان و فلان و فلان. این امیر ها با خود سوز نبودن. سیاستی پیش همین بود. باید هم سوز نمی بدن. اگر اینا هم سوز می بدن استقلالیت دعوت طلب میکردن، حالا مستقلیت یا استقلالیت به دست می آوردن. این برای اونا به ضررشون بود. برای همین یعنی 100 سال ها ما دولت مستقل نداشتیم. این رو بدر کنیم. در زمانی که استقلالیت مستقل داشتیم ما چقدر دانشمندای در سطح بین المللی مثل ابن سینا و دیگر دانشمندا و علمای برجسته ای که تا به حال ایجادیات اون رو یا که کتاب قانون ابن سینا رو استفاده میکنن. حتی بیگناه زیادتر از ما زیاد استفاده میکنن. برای همین اگر میخوایم که باز هم چنین دانشمندای خیلی برجسته داشته باشیم، استقلالیت رو با دست دندان مستحکم بگیریم. وقتی که با دست دندان مستحکم میگیریم حتمی پروردگار این نعمت رو از ما نمیگیرد. تمام کامیابی انسان وابسته از خود انسان است. پروردگار میگه استعذ بالله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پروردگار هیچ شخصی رو و هیچ عائله رو و هیچ محیط و ناحیه رو و هیچ ملت و دولت و کشوری رو به قله های بلند و به عزت و سعادت نمیرسوند مگر اون شخص و اون عائله و اون ملت و اون دولت مهنت و زحمت بکشد و خیرخواهی عزت و برکت خود رو بخواهد. دانشمند میگه لا يتأخر من يريد تقدم ولا يتقدم من يريد تأخر. هیچ انسانی که پیشروی نمیخواد اون پیشروی نمیکنه. برای پیشروی پیش قدم بودن، کامیاب شدن، دانشمند شدن، عالم شدن، متخصصی ورزیده شدن این ساحه باید مهنت زحمت و خون جگر بخورد. در اون صورت بد می شود. و هر کسی که پیشروی بخواهد اون پیشروی میکند و هر کسی پیشروی نخواهد او هرگز چیزی نمی شود. اونه که میخواهد که من چیزی نشود هیچ چیز میموند. هیچ چیز. ولی میخواهید که چیزی شوید پیشروی کنید. ولو چیزی شدن و پیشروی کردن هم باز به خطر نیست. همه این خطر رو برطرف و نو ترسیده با جرأت و شجاعت و غیرت و ننگ و آر و ناموس دینداری و مسلمانی باید که باید در حرکت و پیش. برای همین میگن تاجیکستان و پیش. همه از دهقانش تا سیاستمدارش تا تاجیرش تا صاحب کارش تا طبیبش تا دملا و ملا تا تحت امام خطیب یعنی خادمای دینش همه با هم بدهیم
و برای پیشروی و ترقیات و آرامی و آبادی باید دست با هم بدیم و یک سمت حرکت کنیم. وقتی چند سمت حرکت کردید باز همون دشمن ها هستن، گروه بدخواه هستن، باز جای قویدن و پاموندن پیدا میکنن، باز میبینید که چی بلایی رو بالای سر میارن. برای همین در اخیر صحبت فکر میکنم برنامه ما با وقتش گذشته که چند دقیقه گذروندیم. به هر حال در اخیر تاکید میکنم که استقلالیت یعنی آزادی، آبادی، کامیابی، سعادت، عزت و برکت زندگی دنیا و آخرت. و این کی به دست میآید؟ تکرارم شود، تمام قشر جامعه دست با هم به یک سمت، یعنی به چیز، به پیشروی، به پیش حرکت کردیم، همه کامیاب و موفق، دنیا و آخرت آباد. خدا نشان ندهد اگر وقتی که مقابل حرکت کردید ناکام و بدبختی دنیا و آخرت میشوید. در اخیر از پروردگار این نعمتی بی‌بها دائمی بودن این نعمتی با بها رو، این نعمتی بی‌بها رو از پروردگار تمنا و التجا میکنم. پروردگار این نعمتی بزرگ رو هرگز از ما نگیرد و همیشه ملت ما، کشوری ما، وطنی ما پیشرفته و ترقی کرده و سربلند و با عزت و با برکت پروردگار در پناه عصمت خودش نگه بدارد و ملت و مردمی ما را قطع نظر از کدام ملت هایی که اصلا در این کشور زندگی میکنن پروردگار همون متحدی و خیرخواهی دائمی رو نصیب روزی بگرداند. و من از همه دملای محترم و از همه امام خطیبا مراجعت میکنم که همیشه در نمازهای 5 وقته، نمازهای جمعه، در حق وطن، در حق کشور و در حق پیشوای ملت دعای خیر و برکت بگویند تا اینکه پروردگار این نعمتی بزرگ رو با برکت و دائمی نصیب روزی بگرداند و این دعاها سبب سرجم و متحد و دلگرم شدن مردم میشه. تکرارا باز تاکید میکنم که امام خطیبا باید همیشه با دعا باشند و همیشه در سعی و تلاش و خود نمونه عبرت در آبادی و آرامی خود نمونه عبرت باشند تا اینکه مردم پیروی از اونها کنند. همیشه سربلند و همیشه موفق و همیشه کامیاب و همیشه عزتمند و پروردگار عزت دنیا و آخرت رو نصیب روزیتان بگرداند تا برنامه‌های دیگر در پناه پروردگار باشید.